تو یک جامعه چه چیزهای نیاز هست؟ یک سوال از همه عزیزانی که دوستشون دارن و تو خانه خدا نشستن. تو خودتو دوست دارید، خانمتو دوست دارید، بچه هاتو دوست دارید. نشانه دوستی چیه؟ خونه درست کردید. خونه برای کی درست کردید؟ برای خودت و خانواده‌ات، چون دوستشون دارید. یه سرپناهه. هر چیزی که احساس کردید تو یه خانه نیاز هست تامین میکنید، درسته؟ این خانه کوچیک هر کدوممون. بازم خدا بهت مال بیشتر داده از توان و نیاز خانواده‌ات. خانه شما، خانه من، خانه اون برادر، خانه اون برادر، یک محله تشکیل میشه، درسته؟ ما یک خانه بزرگتر از خانه 5 اتاقی خودمون داریم، 4 اتاقی خودمون داریم و اون خانه بهش میگن جامعه، خانه بزرگ ما. سوال دوم اینجاست، آیا شهرتو دوست دارید؟ محلتو دوست دارید؟ همه ما میدونیم که خانه ما خانه دوم ما محله ماست. تو همین محله زادگاه ماست، به دنیا آمدیم، بچگی رو گذروندیم، بازی کردیم تو کوچه هاش. خانه دوممون با هیچ عوض نمی کنیم. اگه دوستش داریم، دوست داریم که خانه دوم ما، محله ما چطوری باشه، چه امکانات زندگی داشته باشه. نیاز خانه شخصیمون رو برآورده کردیم، حالا نیاز جامعه و محلمون. مسجد جامعه نیاز داره یا نداره؟ ما مسلمونیم، اول مسجد جامعه نیاز داریم که ارتباطمون با خدا، خانه خداست. اینجا خانه امیده و خانه رحمته. حداقل روز 5 بار بیایم داخل مسجد بگیم الله اکبر، شیطان رو نابود بکنیم، نگاه تو صورت هم بکنیم، به هم دیگه سلام بکنیم، به هم دیگه احترام بذاریم، از مسائل هم دیگه بپرسیم. هر هفته هم یک نماز جمعه کل مشکلات یک هفته تو شهر بررسی بکنیم، بدیم به امام جمعه، امام جمعه خودش هم بررسی بکنه، بیاد خطبه بکنه، به همه مردم بگه که این مشکل و این مشکل و این مشکل تو شهر هست، باید با کمک هم دیگه برطرف بکنیم و این چیز و این چیز و این چیز تو شهر ما نیاز هست، باید کمک بکنیم که نیاز محلمون رو برآورده بکنیم. اول مسجد جامعه.